صوفیانه میتوان گفتن درگیر است حضرت خضر که از اون سخن خواهم گفت. پس در واقع حضرت موسی با انواع ادعاها، با انواع منابع قدرت و فریب و تأثیرگذاری درگیر است و اینها همه در واقع مطالب است قابل تأمل و توجه و یک دینی که قرار است جاودان باشد به نام اسلام در واقع باید با همه این مسائل برایش گفته شود تا بتواند با اونها یک مواجهه درستی داشته باشد. بیش از این من این مطلب رو توضیح نمیدهم که چرا اینقدر داستان حضرت موسی در قرآن تکرار می شود. وارد کم کم خود بحث می شویم. گفتم که حضرت موسی علی رغم این که جنبه سخن گفتنش به مسائل ماورایی و به مسائل سکرت و قدسی وجود دارد در قرآن، ولی بیشتر اون نمایانگر نهادینه ساختن ارزش‌های مدنی است که 3-4 نمونه از اینها رو من ذکر می‌کنم. اولین ارزش که ارزش بسیار مهمی است، ارزش آزادی و عدالت است. حضرت موسی علیه السلام یکی از بزرگترین نمونه‌های انبیایی است که تلاش می‌کند تا انسان‌ها رو برای آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی انسان‌ها را راهنمون کند، مخصوصاً آزادی سیاسی. در 3 سوره قرآن، هم در سوره اعراف، هم شعرا، هم طه، وقتی که داستان ورود حضرت موسی به کاخ فرعون را نقل می‌کند و اولین مواجهه حضرت موسی با فرعون، در هیچ یک از اینها حضرت موسی فرعون را نه به توحید دعوت می‌کند و نه سخن از آن می‌گوید که خدا چگونه است و تو چرا ادعای ربوبیت داری. در همه اینها میگوید که مثلا من این تعبیر سوره اعراف رو بخوانم: و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی ان لا اقول علی الله الا الحق قد جئتکم ببینة من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. من آمدم تا یک قوم رو نجات بدم، یک قوم رو آزاد بسازم از ظلم تو. یعنی در واقع خیلی صریح میخواهد بگوید که تا وقتی که یک جامعه زیر ظلم است، تا وقتی که در یک جامعه آزادی وجود ندارد، معرفت دینی درست در این جامعه شکل نمیگیرد. در کمیونیتی، حالا بحث افراد نیست، بحث جامعه است. یعنی در یک جامعه‌ای که ارزش مدنی آزادی و عدالت حاکم نشده است، حتی پیامبر می آید تا انسانها را به سمت آزادی و عدالت ببرد. در چنین جامعه‌ای که من و شما زندگی می‌کنیم، تازه می‌توان گوش‌ها را متوجه حقایق بالای دینی و معنوی و مقدس ساخت. آدمی که گرفتار شکم خود هست نمی‌تواند فراتر از شکمش آنطوری که باید بیندیشد، حداقل در باب جامعه. لذا بعد از آنی که حضرت موسی تمام کارهایش رو، رسالتش را با فرعون به پایان می‌برد و بعد قومش رو نجات می‌دهد و از سرزمین مصر خارج می‌شود، وقتی که در سرزمین جدید وارد می‌شود که اینها رو دارد به طرف بیت المقدس می‌برد، در اینجاست که حضرت موسی می‌رود به کوه طور و کتاب دریافت می‌کند. یعنی کتاب بعد از آزادی است، بعد از یک ارزش بسیار مهمی تحت عنوان عدالت است. حضرت موسی علیه السلام با فرعون درگیر است به خاطر این که احساس می‌کند فرعون ان الفرعون علا فی الارض، فرعون ادعای برتری دارد و جعل اهلها شیعا و مردم را شهروند درجه 1 و درجه 2 ساخته است. شهروند درجه 1 قبطی ها هست و شهروند درجه 2 سبطی ها هست. عده‌ای را موجب می شود که رشد نکند و عده دیگری را می پروراند. حالا من چون وقت نیست مفصلا این آیات رو نمی خوانم، نتیجه اینها رو خدمت شما بیان می کنم. ویژگی های تکان دهنده ای را خداوند برای فرعون برمی شمارد که در واقع برای همه ما و شما تکان دهنده است و اگر بخوایم یک کمیونیتی و جامعه اسلامی داشته باشیم اینها رو باید بهش توجه داشته باشیم.
شاید جالب باشد کمتر در قرآن از دعب یک گروهی سخن گفته است، از شیوه استایل اف لایف یک گروهی. 3 جا در قرآن که دعب آل فرعون سخن گفته شده. یعنی میگه فرعون برای من یک حرف یک شخص نیست که حضرت موسی رفته فقط با او برازمد. فرعون یک نوع تفکر است که در همه جوامع ممکن است باشد و خیلی از جوامع ما جهان سوم و ما جوامع اسلامی با فرعونیت در جامعه خود ما روبرو هستیم. این خصوصیات رو من از قرآن در آوردم، خصوصیات عجیبی است. بعضی از اینها مشهور است، مثل احساس خداوندگاری، احساس خدایگون بودن فرعون که این رو بیان می‌کند، یا زورگویی و ظلم، یا اینکه شهروندان و باشندگان کشور خودش رو خار می‌شمارد، استخف قوم و اونها رو حقیر می‌شمارد، یا اینکه در واقع چنان که گفتیم شهروندان رو به درجه 1 و درجه 2 تقسیم می‌کند. جرأت سوزی، این که کاری میکند که منتقدان و رقیبان قدرت پیدا نکنند. بعضی از مفسرین تفسیر کردن این آیه یذبح ابنائهم که این که اطفال رو میکشتن، میگه این به این معنا نیست که صرفا بچه ها رو میکشتن، بلکه هر کس روح مردانگی داشت. مردانگی در ادبیات عرب و قدیم خیلی اوقات یعنی روح شجاعت و روح ایستادگی و مقاومت، این را از بین میبرد. رد آزادی وجدان و مذهب، خب مشخص است که در واقع فرعون با ساحران میگوید شما چه حقی دارید بدون اجازه من شما ایمان اختیار کنید؟ شما نمیتوانید درک کنید بدون اجازه من. کسی است که در واقع حق را با حق نما یا چیزی را که در واقع حقیقت است با امری که خود را حقیقت نشان میدهد در میآمیزد. سحر را با در واقع معجزه در میآمیزد. معجزه حضرت موسی علیه السلام رو میگوید که این سحر است. یا به بیان دیگر میتوان گفت کسی است که وقتی توان میبینیم در مطلب بعدی که بیان خواهم کرد توان استدلال در مقابل موسی ندارد، میگوید تو دارای سحر هستی، حتی قبل از اونی که موسی از عصای خود استفاده کند. یعنی در واقع وقتی در استدلال کم می آورد او را به امر نهانی شیطانی احاله می دهد که تو را یک امر شیطانی و یک قدرت مرموزی داری که از آن استفاده می کنی. نمی خواهد قدرت استدلال حضرت موسی را بپذیرد. یکی از مسائلی که فرعون به عنوان نمادش در قرآن شناخته می شود این است که می خواهد بر اساس سنت قدیم و شیوه و آیین کهن و قدما در مقابل تفکر جدید بایستد. وقتی که در مقابل حضرت موسی کم می آورد میگوید که این حرفایی که تو میزنی اجداد ما بلد نبودن، آبای ما این ادعاها رو نداشتن، یعنی تو میخواهی که ما رو از سنت و روش گذشتگان ما تو جدا بسازی. عالم را به عالم مادی فرو میکاهد، ریدیوس میکند. یعنی شما در فرعون میبینید که وقتی که صحبت از مقابله با خدای موسی میشود با خودش تصمیم میگیرد که با مشورت هامان وزیرش که برجی بنا کند و برود بالا. یعنی احساس میکند که خدا هم اگر هست باید بالا و بلندی و عظمت خدا هم عظمت مادی است، یعنی طول و عمق و ارتفاع میفهمد، همه چیز را با طول و عمق و ارتفاع میسنجد، با ملاکهای مادی میسنجد. هنگامی که بحث میکند با حضرت موسی و کم میآورد در مقابل حضرت موسی، او رو تحقیر میکند و میگوید تو دیوانه هستی یا در واقع این بحث‌های تو بی‌معناست. یکی از ویژگی‌هایی که قرآن برای فرعون ذکر می‌کند این است که فرعون از قدرت اقتصادی و سیاسی که دارد برای گمراه کردن، برای ذهنیت اشتباه به مردم دادن استفاده می‌کند. مثل که امروزه از قدرت‌های مختلف از نفت و غیره هم استفاده می‌شود. یکی از ویژگی‌هایی که برای فرعون ذکر می‌شود در قرآن این است که
دشمنان خودش رو، کسی که با او مخالف است، او را به دو چیز متهم میکند. تو میخواهی دین ثابت ما را از ما بگیری و تو میخواهی فساد در جامعه ایجاد کنی. یعنی در واقع مخالف را به ارزش زدایی و فساد زایی متهم میکند. این هم مطلبی است که همه حکومت‌های فرعونی در مقابل مخالفان خودشان انجام میدن. نکته دیگری که جالب هست، یعنی حتی این ممکن است فرد ما را هم توجه داشته باشد، به این خاطر است که همیشه بزرگان ما گفتن، مثل حضرت مولانا، که موسی و فرعون در هستی توست، این دو خصم را در خویش باید جست. میگوید که وقتی که فایده‌ای میبرد فرعون، میگوید این فایده از برنامه‌ریزی من است، ولی وقتی که ضرری به او میرسد این رو به شیاطین انسی و جنی یا به یک امور دیگری نسبت میدهد. یعنی نمیگوید که من برنامه‌ریزی نداشتم، من تدبیر نداشتم، من درست کار نکردم، دیگران نگذاشتن. و یک ویژگی دیگری فرعون همین است که در لحظه آخر ایمان می آورد، هنگامی که دیگر ایمان هیچ سودی ندارد. یعنی در تمام مسیر زندگی خود با تمام علائم و ویژگی هایی که حضرت موسی نشان می دهد، او ایمان نمی آورد تا لحظه آخر. پس حضرت موسی با چنین موجودی درگیر است و قوم خودش را از دست اینها نجات می دهد. توضیح هر یک از اینها فرصت‌های زیادی می‌طلبد که من فقط کدها رو دادم برای هم شما خودتون مطالعه دارید و هم برای کسانی که علاقه‌مند هستند پیگیری کنند. این پس یک ارزش مدنی که مطرح است. حضرت موسی علیه السلام برای آزادی قومش از دست استبداد، از دست خودکامگی و از دست عدم عدالت تمام تلاش خودش رو به کار می‌برد. و فرعون در قرآن یک نوع حکومت آیدیال یا حکومت مثالی هست برای کسانی که این خصوصیات را که عرض کردم دارند. دومین ویژگی حضرت موسی علیه السلام که مهم است به نظر من، بحث عقلانیت هست، که این در واقع وقتی ما میگیم ارزش مدنی یا ارزش سکولار، یعنی این که در واقع ارزشی که آدمی بر اساس عقل خودش میرسد نسبت به دین لا اقتضاست. یعنی کاری نداره که این رو دین هم تأکید میکند یا اینکه دین در مقابل این نیست. از عقل به ما هو عقل رسیدن، چنین ارزش هایی به وجود جامعه مدنی می انجامد. چنین چیزی در تمام شیوه زندگی حضرت موسی و رسالت او آشکار است. گفتیم حضرت موسی با یک قوم روبروست که لجوج هستند، که حسگرا هستند، که در واقع حاضر نیستن بپذیرند به راحتی مادیگرا هستند و لذا حضرت موسی ناچار هست که برای اینها همیشه استدلال کنند. ما و شما در حتی روایات ما حضرت موسی علیه السلام نمایانگر عقل معاش، عقل حسابگر، کلکولیتیو ریزن هست. یعنی در واقع در مقابل یک عقل انتلکت، یک عقل پیور و محض، حضرت موسی رو ببینیم که نه، همیشه به هر حال کارهایی میکند، استدلالهایی میکند که با عقل متعارف، با کامن سنس خیلی سازگار هست. من چند نمونه از اینها رو بیان میکنم. یکی از این، حالا قبل از اونی که من نمونه‌های بیشتری رو بیان کنم، چون بحث فرعون رو مطرح کردیم، همین نسبت رویکرد عقلانی به فرعون رو کمی بیان میکنم و بعد یک دو نمونه دیگر رو ذکر میکنم تا ببینیم که حضرت موسی چطور مثل یک انسان کاملا مستدل عقلانی پیش میرود. حضرت موسی علیه السلام در برخورد با فرعون، هم در روش و هم در محتوا، مانند یک انسانی که نمایانگر یک به اصطلاح انسان استدلالگر هست کاملا جلوه می کند. در روش خودش حضرت موسی علیه السلام بعد از اینی که به نبوت انتخاب می شود، صلوات عنایت فرمایید، صلوات دیگری همین آیت بفرمایید.
در روش خودش حضرت موسی علیه السلام کاملا ظرفیت خودش رو و ظرفیت طرف مقابلش رو در نظر میگیرد و در واقع نه از یک موضع بالا بلکه تلاش میکنه از یک موضع برابر با مخاطب خودش روبرو شود. این چیزی که خیلی اوقات ما حتی در زندگی عادی خودمان نیاز داریم، با فرزندان خود ما، با دوستان خود ما، که اوقات ما خودمون رو در یک موضع بالا قرار میدیم و نمیتوانیم ارتباط برقرار کنیم. یک فاصله بین ما ایجاد میشود که مشکل ایجاد میکند. حضرت موسی علیه السلام تلاش میکند که فاصله بین خودش رو و بین فرعون رو تا اندازه بردارد، به یک زبان مشترک با فرعون سخن بگوید. به این خاطر وقتی که خداوند او را مسئول میسازد اول دعاهایی میکند، از خداوند چیزهایی میخواهد که یک مقدارش خب مشهور است، همین چیزی که خیلی وقتا علما اول صحبت میکنن: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا به من شرح صدر عطا کن، یعنی یک توانی ببخش که زود ناراحت نشوم، بتوانم تحمل کنم، بتوانم آرام آرام کنار بیایم. و واقعا هم حضرت موسی یک تحمل عظیمی را در دربار فرعون به نمایش میگذارد. این تنها اینجا نیست، جای دیگر هم میگوید که ضیق صدر پیدا نکنم خدایا. پس میداند که کار سختی را دارد و باید حوصله و شرح صدر عظیمی داشته باشه. یسر لی امری، خدایا این رسالت رو برای من آسان کن، یک کار رو برای من به اصطلاح قابل انجام دادن بساز. واحلل عقدة من لسانی، خدایا زبانم را به قسمی بساز که زبان من رو بفهمم. یعنی زبانم حالا ظاهرش لکنت است ولی معنای عمیق‌ترش آن است که در واقع صریح سخن بگویم. یعنی برای او این سخن من که سخن از آزادی و عدالت و ارتقای یک جامعه است، برای موجودی مانند فرعون که پر از تکبر و استبداد و خودکامگی هست قابل فهم باشد. یفقه قولی، تا بین ما هم پذیری و هم فهمی به وجود بیاید. فقه شما میدانید به معنای درک عمیق هست، یعنی مرام من رو بفهمد، یعنی در واقع احساس نکند که من برای برهم زدن جبروت و قدرت او آمدم، بلکه من آمدم که اتفاقا او را هم کمک کنم، دیگران را هم کمک کنم. من هیچ نوع توطئه‌ای، هیچ نوع نیت بدی پشت سر قضیه نیست. بعد خداوند هم به حضرت موسی علیه السلام میگه که وقتی که با هارون میروید فقولا له قولا لینا، با او آرام صحبت بکنید. علیرغم این که فرعون است و چنان ادعایی دارد و چنان چیزی، ولی این مجوز نمی شود که با دشنام، با تندی، با خشونت سخن گفت. حتی با فرعون باید قول لین سخن گفت. حالا من اشاره میکنم که در قرآن اصلا حضرت موسی، صفت حضرت موسی کلیم الله خیلی صفت زیبایی است. حضرت موسی علیه السلام نماینگر پیامبری است که همیشه وارد گفتگو میشود. دیالوگ برایش بسیار مهم است. با فرعون دیالوگ میکند که مظهر استبداد و مظهر خرابی است. با سامری دیالوگ میکند، با مردم خودش دیالوگ میکند، با خضر دیالوگ میکند، با خدا دیالوگ میکند، با همه حرف دارد و حرفش هم از همین موضع کسی است که میخواهد بفهمد و میخواهد هم پذیری و هم فهمی ایجاد کند. قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. حتی قرآن خیلی نکته ظریف رو اضافه میکند، میگه تو میدانی که فرعون چگونه آدمی است، ولی از اول نگاتیو نرو، منفی نرو که ممکن است فرعون نمیپذیرد. شاید که فرعون هم متذکر شود، شاید که او هم به خشوع و به خضوع بیاید. بنابراین در واقع روی کرده حضرت موسی حتی به فرعون یک روی کرده انسانی است که احساس میکند باید به قسمی بروم اون زبان من رو بفهمد و انشاءالله میتوانیم با هم به یک زمینه مشترکی برسیم و با این روی کرد پیش میرود. یعنی در واقع از روی کرده کسی که از موضع بالا آمده است، از
به اصطلاح وضعیت عمودی به وضعیت افقی تغییر میکند، به هم سطح او میآید و میبینیم با او بعد چطور بحث میکند. بعد وارد بحث میشود. اولین نکته‌ای که حضرت موسی علیه السلام با فرعون او رو دعوت میکند، حالا توی قسمت بعدی که ویژگی‌های انسانی حضرت موسی رو بیان میکنم خواهم گفت که حضرت موسی خیلی اوقات ضعف‌های انسانی رو با خداوند در میان میگذارد تا خداوند به او یاری کند، شرح صدر بدهد و این خیلی چیز جالب و درس دهنده است. لذا خودش احساس میکرد که اگر به کاخ فرعون برود، فرعون با او به اصطلاح حرفش رو نمیپذیرد به دو دلیل. به دلیل اول این که او پرورده دست فرعون است، نانخورده فرعون است. فرعون میگوید تو نمک من را خوردی و نمکدان من رو میشکنی و میخوایی عده‌ای رو از دست من بیرون ببری. و ثانیاً او در واقع کسی را کشته است. سبتی که با قبطی جنگیده است و قبطی را کشته است و در دادگاه یا در محضر فرعون او مجرم است و میداند که اگر برود با چنین چیزی روبرو خواهد شد. لذا از خداوند میخواهد که به او کمک کند و خدا هم به او وعده میدهد که نترس موسی، ما به تو کمک خواهیم کرد. و وقتی وارد کاخ فرعون میشود و میگوید من آمدم تا بنی اسرائیل را نجات بدم، اولین نکته‌ای که فرعون میگوید همین دوتا اشکال است که به موسی میگیرد. میگوید که ما تو رو بزرگ کردیم، تو نان و نمک ما را خوردی و بعد حالا آمدی در مقابل ما ایستادی و بعد من دنبال توی مجرم میگشتیم که تو به اصطلاح انسانی رو کشتی و بعد با پای خودت آمده ای و بعد این حرفای بزرگتر از هم دیگه دهان خودت هم تو بیان میکنی. و حضرت موسی علیه السلام با همون زبان که از خداوند گرفته است نرم و استدلالی به او جواب میدهد. میگوید تو از بنی اسرائیل یک فرزند رو پرورنده ای که من باشم، ولی تمام قومم رو اسیر خودت کرده ای. شدیداً بهای سنگینی برای این خیر اندک خودت گرفته ای و این هیچ معقول نیست، این بزنسی که تو کرده ای با هیچ عقل خودت هم سازگار نیست. و اما در رابطه با این که میگوید تو در واقع انسانی رو کشتی، حضرت موسی علیه السلام تعبیری رو به کار میبرد که من خیلی واردش نمیشوم که در واقع بحث ما شیعیان و اهل سنت هست. تعبیری و انا من الضالین رو به کار میبرد. میگوید من اونجا نمیدانستم، یعنی نمیدانستم با یک مشتی که به آن آدم میزنم اون کشته میشد و من دچار چنین دردسر میشم. بعد ففررت منکم لما خفتکم. ببینید خیلی عادی صحبت میکنه، میگه چون از شما ترسیدم فرار کردم. فوهب لی ربی حکما، ولی این مدت رفتم کنار شعیب و خدا به من حکم خودش رو عنایت کرد و جعلنی من المرسلین. از این جهت گفتم وارد این بحث نمیشم که از لحاظ مفسران شیعه این سخن حضرت موسی علیه السلام باب توریه است، ولی از دیدگاه برادران اهل سنت با توجه به نگاهی که به پیامبر دارن، خب چون اسمت رو قبل از نبوت ضروری نمیدانن اون رو واقعا ضلالت حساب میکنن. در هر صورت بعد که این جوابهای فرعون رو میدهد، فرعون میگه خب بگو این خدایی که تو ازش سخن میگویی تو رو فرستاده است که قومت رو نجات بدهی، به اصطلاح این خدا کی هست؟ حضرت موسی علیه السلام میگه ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. خدای من دو خصوصیت دارد، یک همه چیز رو آفریده است و دو هیچ چیز رو رها نکرده است، همه رو هدایت هم میکند. ولی بقیه موجودات عالم بر اساس هدایت تکوینی و موجودی به عنوان انسان بر اساس هدایت تشریعی. خب توضیح زیادی دارد، در آیات متعدد قرآن آمده است، من وارد نمیشم که دقیقاً حضرت موسی علیه السلام مثالهای زیادی برای فرعون میزند، از عالم آفرینش، از زمین، از اینکه به اصطلاح باران باریده می شود، از اینکه گیاهان رویده می شود، از اینکه حیوانات رو خداوند آفریده است و از اینکه خداوند انسانها را از آنها برخوردار ساخته است. میگوید که این جریان عالم یک جریان هدفمندی است. تو برای کارهای کوچک خودت هدف داری، آیا می شود در جریان بزرگ عالم هدفی نباشد؟ اینجاست که فرعون احساس میکند در مقابل منطق موسی کم آمده است، رو به طرف
افرادش میکند و میگه قال فما بال قرون الاولا. خیلی فرعون هم خیلی با کیاست و زیرکانه استفاده میکند. میبیند که موسی مدعی است از طرف خدایی آمده است که خدای عالم و آدم است. یک. دو، گذشتگان او از این خدای خبر ندارد و البته حضرت موسی هم گفته است کسی که این خدا رو فرمان نراند او به جهنم خواهد رفت. لذا فرعون میخواهد فضا رو احساسی کند. میگه فما بال قرون الاولا، پدران ما چی؟ اونا که به خدای تو معتقد نبودن، تو میگی پدرای همه ما به جهنم رفتن، حالا تو فقط بهش میروی؟ یعنی در واقع موسی رو به یک جریانی قرار داده است که اگر بله هم بگوید به مشکل است، نه هم بگوید به مشکل. بله است، خب همه احساسات برانگیخته میشد که موسی پس تو میگی همه گمراه هستن، و اگر نه بگوید میگه ما هم راه پدرانمان را ادامه خواهیم داد. و اینجاست که باز حضرت موسی با بسیار بیان زیبای عقلی جواب فرعون رو میدهد که میگه قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. اون رو خود خدا میداند، من هم نمیدانم که با پدران شما چه شده است، ولی خدای من دو خصوصیت دارد. اون که لا یضل ربی ولا ینسا، اشتباه هم نمی کند، فراموش هم نمی کند. اگر آنها آدمای خوبی بودند به جزا به پاداش نیکی خود رسیدند و اگر آدمهای خرابی بودند جزای آن را دیدند. لذا در واقع مواجهه فرعون حضرت موسی با فرعون یک مواجهه کاملا عقلی هست. خب من خیلی چیزای دیگه هم به ذهن داشتم ولی وقت تمام شد. من همینجا صحبتم رو اجازه بدید که ختم کنم که چند دقیقه برای سوال و جواب هم فرصتی بمانه. بقیه بحث رو فردا شب انشاءالله تعقیب خواهیم کرد و تلاش میکنم فردا شب نصف صحبت رو به حضرت موسی و نصف رو به حضرت عیسی علیه السلام اختصاص بدهیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. من آمدم که سوالاتی که هست رو بشنوم قبل از این که چند جمله دعا کنیم. محمد و آل محمد.